آمریکایی، از مسئولین آمریکایی، جزو گزافه‌گویی‌هاش یکی اینه که هر که در ایران اغتشاش کنه ما کمکش میکنیم. احمق‌ها بوی کباب شنیدن. نکته اول این که ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا رو در این زمینه قبول کنه در زیر گام‌های محکم خود لگدمال خواهد کرد. نکته دوم، عنصر صهیونی تظاهر میکنه به پیروزی، چهره آدمای پیروز رو با خودش میگیره،